سلام، شب شما بخیر. بابت اون عکسی که برای بنده فرستادی، من گفتم اول خودم ته رو به دست بیارم که تایم ویدیو خیلی طولانی نشه. شکل کلی وکتورمون اینجوری هستش، یعنی شما به یه همچین وکتورهایی نیاز داری که من الان توضیح میدم که این وکتورها با چه اندازه‌ای و چجوری به دست اومده. اگر دقت کنی به عکس، ابتدای کار، ابتدای طرحت با یه زنجیره شروع شده، با یه زنجیره مربع. من مربع ها رو نسبت به تیغی که انتخاب میکنم 17 در نظر گرفتم. اوکی؟ شما یه همچین زنجیره پیوسته ای رو به هم دیگه به وجود میاری و همونجوری که عرض کردم مربع های 17 هستن اینا. برای سایز دادن به درمون، من این در رو 42 در 70 گرفتم. خب اولین آفست رو هم من 7 سانت در نظر گرفتم، یعنی اولین آفستمون که این میشه 7 سانت هستش. همونجوری که توی قسمت آفست هم میبینی من 7 سانت این در رو آفست به داخل دادم که این خط میشه. با توجه به زنجیرمون که 17 هستش ارزش، یه آفست 17 هم ما اینجا نیاز داریم. شما اینو 17 میکنی و یه آفست دیگه هم میدی، میاد اینجا خطت. خب حالا برای این که خطامون دوبله نشه، من دیگه آفست ها رو اعمال نمیکنم، فقط توضیح میدم. خطت میفته اینجا، خط 17. یه آفست دیگه نیاز داریم، خط 10 میل، ببخشید آفست 10 میل. یه آفست 10 از این میگیری که میفته اینجا خطت. 2 مرتبه چند تا آفست دیگه برای ایجاد پله ها لازم داریم ما، که من 6 میل در نظر گرفتم. پله های 6 میل با تیغ 6. شما اینو 6 میل آفست میدی، میفته اینجا. به همین ترتیبی که من آفست گرفتم شما هم همینا رو آفست میگیرید. این آخرین آفست 6 میل شماست. حالا از اینجا شما قرار یک کفترشی پهن‌تر انجام بدید. من این کفترشی رو 3 سانت در نظر گرفتم، یعنی اینو شما انتخاب میکنی و 3 سانت بهش آفست میدی که این میاد اینجا و آخرین آفست ما هستش. برای جی کد گرفتنش هم من ار 12.7 در نظر گرفتم برای زنجیره ها و قوس دادن و یا ار کردن این خطی که اینجاست و داخل تصویرم مشخصه. شما ابتدا الاینگ وکتور رو انتخاب میکنید با عمق 5.9. البته تیغ من با 5.9 میزنه. خب بذار من برم تو قسمت سه‌بعدی که خیلی واضح تر دیده بشه. خب ار 12.7 رو انتخاب کردم. فرم تیغمونم به این شکل هستش. این فرم تیغمونه. اینم حالا اگه تنظیماتش زود باز بشه که من نشون بدم. اینم تنظیمات تیغمونه. اوکی، شما انتخاب میکنین این تیغ رو و با عمق 5.9 اعمال میکنه. حالا من خط رو انتخاب نکردم، اینو اعمال میکنی. میبینی این خطای به هم پیوسته رو من با 5.9 انتخاب کردم و اعمال کردم. ببینیم این طرح چجوری قراره زده بشه. همونجوری که میبینی ابتدا زنجیره ها رو میزنه برای ما. میمونه که زنجیره ها تکمیل بشه. خب اینجوری که نمیشه، باید یه خط از اینجا بیاد، یه خط هم از بالاش رد بشه که زنجیره ما تکمیل بشه. خب همونجوری که میبینی این خط هم اعمال میشه و به این شکل زنجیره ما در میاد. اگر دقت کرده باشی این خط دورش رو من 6 در نظر گرفتم، ولی خط خود زنجیره ها رو 5.9 در نظر گرفتم. دلیلش هم اینه که اگر یه کوچولو ورق تاپ داشته باشه، چون این ارم خیلی حساسه، اگر یه کوچولو ورق تاپ داشته باشه، وقتی که
میخواد بیاد اینا رو به این شکل در بیاره بر شما، امکان داره این گوشه ها یه کوچولو بیشتر خورده بشه، اونم به خاطر بحث تاب داشتن ورقته. با این کار که ما این خطای دورش رو 1/10 بیشتر میگیریم، این میاد تمام اون تیکه هایی که اضافه تر از ورق خورده شده رو صاف میکنه بر شما و خیلی بهتر هستش. پیشنهاد من اینه که شما این کار انجام بدید. وقتی که زنجیرها رو زد، شما آفست 10 که گرفته بودی، از اینجا یه آفست 10 گرفتی دیگه، درسته؟ شما اینو با عمق 6 اعمالش میکنی. اینم ببینیم مرحله به مرحله بریم جلو. همونجوری که میبینی این جی کد هم اعمال شد و مشخصه. جی کد بعدی که بعد اعمال کنی کفترشیاته، پلهاته. خب شما دقیقا همین خطی که برای ار انتخاب کرده بودی رو دوباره انتخاب میکنی، با تیغ 6 میل و عمق 6 میل یه جی کد اعمال میکنی که به این شکل در میاد. پله بعدی رو هم به همین ترتیب 2 میل 2 میل ما میریم پایین تر. خب پله بعدی، خط بعدی میشه که من 8 در نظر گرفتم، 2 میل بیشتر از پله قبلی. این رو هم اعمال میکنی. پله بعدی به همین ترتیب 10 در نظر گرفتم، این رو هم اعمال میکنیم. خب حالا میمونه اون خط 3 سانتی که گفتم برای کفترشی در نظر میگیریم. این قسمت وسط رو هم با هم دیگه انتخاب میکنیم و حالا برای اینکه دوباره تیغ عوض نکنیم، من با همون 6 اینو جی کدش رو اعمال میکنم. 12 در نظر گرفتن که باز 2 میل یه پله به ما بده. این رو هم اعمال میکنی و سیمولیشن رو هم میبینیم. خب طرح ما به اینجا رسید. خب حالا میمونه چی؟ بذار من فضای 2D هم بیارم برای شما. طرح ما به اینجا رسیده، میمونه یه تیغ کلاسیک که شما باید انتخاب بکنید تا طرح تکمیل در بیاد. تیغ کلاسیکی که من انتخاب کردم این تیغ هستش. حالا من فرمش هم به شما نشون بدم. تیغ کلاسیک باید ببینید چی دارید توی کارگاه دیگه، یعنی یه چیز مشخصی نیست که بگی حتما با فلان تیغ شما بزن. و همه تیغای کلاسیک رو ندارن، خیلی شاید 1-2 تا مدل بیشتر نداشته باشن. من یه همچین تیغ کلاسیکی داشتم با این تنظیمات براش در نظر گرفتم. این خط رو من با همین تیغ کلاسیکی که الان نشون دادم اعمال میکنم و جی کد رو میزنم که سیمولیشن رو بهم نشون بده. میبینی که همچین شکلی برای من در آورد. خب اینم اون پله آخریه است که داری میبینی. اگه باز دیدی این پله داره خیلی زیاد میشه و تیغت داره آسیب میبینه، میتونی اینو کمترش کنی. الان من 10 در نظر گرفتم، شما میتونی 9ش کنی، میتونی 8ش کنی. این دیگه بحث نگهداری از تیغته، یعنی تیغت کمتر آسیب ببینه. خب همونجوری که میبینی طرح ما تکمیل در اومد و حالا میمونه دوربری و برش درمون. خب یه دونه ار برای دورش من در نظر میگیرم. اری که برای دورش در نظر گرفتمم این تیغه. بذار من پیداش کنم. اینهاش ار 19 کاستم. حالا این اسم من خودم نوشتم دیگه، با تنظیماتی که همینجا میتونی ببینی، هم الان صفحه جدیدش باز میشه. ببین با این تنظیم اوکی میکنی و کلکولیت نو رو میزنی تا اعمال بشه. میمونه یه برش فقط. من اینم سیمولیشن ارم اجرا کنم که شما قشنگ متوجه بشید. خب حالا میمونه فقط
کات رو هم شما انتخاب میکنی. کاتت هم همین خط دیگه، همون خطی که باهاش ارو زدی، اینم اعمال میکنی. خب حالا ببینیم طرح ما تکمیل شدهش و آخر سر قراره چی به ما تحویل بده. خب میبینی که حالا سیستم منم هنگ کرد. خب تموم شد کارش. من اضافی ها رو پاک کنم. طرحی که در نهایت به ما تحویل میده این شکلی هستش. این پلیسایی هم که میمونه اینا چیز خاصی نیست، اینا با یه انگشت هم که بزن زیرش همش بلند میشه و کنده میشه. خب امیدوارم که مورد استفاده قرار بگیره و بتونه حالا یه کمکی به شما کرده باشه.